20 عادت که زندگی تو زیر رو میکنه. اگه فکر میکنی زندگیت قراره با یه انگیزه خفن، یه ویدیو یا یه آدم نجات دهنده عوض بشه، بذار همین اول بهت بگم هیچ کدومش نمیاد. اونی که قرار زندگی تو جمع کنه الان داره به این ویدیو نگاه میکنه. خودتی. این 20 عادت معجزه نیستن، ولی اگه انجامشون بدی دیگه اون آدم قبلی نمیمونه. 1. زود بیدار شدن. نه واسه خفن بازی، واسه اینکه قبل از اینکه دنیا بریزه سرت یه لحظه فقط مال خودت باشی. اونجاست که با خودت روبرو میشی. 2. مرتب کردن تخت. ساده است ولی یه پیام داره. من امروز با برد شروع کردم. 3. دوش آب سرد. 60 ثانیه جنگی رو با راحت طلبی. اگه از این بر بیای بقیه روز دیگه اونقدر هم ترسناک نیست. 4. پیاده روی بدون گوشی. نه موزیک نه اسکرول، فقط تو و فکرت. باورت نمیشه چقدر ذهنت اونجا شفاف میشه. 5. 1 ساعت کار عمیق. 1 ساعت واقعی، نه 10 دقیقه کار، 50 دقیقه حواس پرتی. همین 1 ساعت از نصف روز بقیه جلوترت میندازه. 6. وزنه زدن. نه فقط برای بدن، برای اینکه یادت بیاد فشار تو رو قوی تر میکنه نه ضعیفتر. 7. آب خوردن. مسخره به نظر میاد. بدنت بدون آب علیه خودت کار میکنه. این ساده ترین ابرقدرته، استفادهش کن. 8. روزی 10 صفحه کتاب. کم کم مغزت عادت میکنه به رشد، نه به آشغال بی‌هدف. 9. نوشتن. هر چی تو سرت هست، قشنگ یا زشت مهم نیست. خالی کردن ذهنت یعنی صبور شدن. 10. نگه داشتن یه قول کوچیک به خودت. همین. اعتماد به نفس از همینجا ساخته میشه، نه با حرفای گنده. 11. 1 ساعت اول روز بدون صفحه. نذار دنیا قبل از خودت ذهنتو برنامه‌ریزی کنه. 12. بفهم وقتت کجا میره. لازم نیست کامل باشی، فقط حواست باشه بیشتر آدم‌ها دقیقا همینو ندارن. 13. نگفتن. نه برای بیادبی، برای اینکه زندگی دست خودت بمونه. 14. سکوت شبانه. نه پادکست نه موزیک، فقط خودت. اون حرفایی که فرار میکنی ازشون همونجا میان بالا. 15. حرکت. حتی وقتی حالشو نداری. حال نداشتن با حرکت از بین میره، نه با خوابیدن. 16. غذای درست. نه واسه شکم شیش تیکه، واسه اینکه مغزت درست کار کنه. 17. محیط تمیز. اگر دور و برت شلوغه تو سرت هم شلوغه، این قانونشه. 18. 3 برد هر شب. حتی اگه تنها بردت این بود امروز کم نیاوردم. 19. با خودت بد حرف نزن. دنیا به اندازه کافی این کارو میکنه. لااقل تو پشت خودت باش. 20. و مهمترینش، هیچ کس قرار نیست نجاتت بده. نه انگیزه، نه آدم خاص، نه فردا. اگه قرار کاری باشه با خودته. این عادت‌ها یهو زندگی تو زیر و رو نمیکنه، آروم تغییر میدن. دردناک ولی واقعی. اینجا بحث انگیزه نیست، بحث تکراره. هر روز یه ذره بهتر، بی سر و صدا. چون بزرگترین تغییرها وقتی اتفاق میافتن که کسی نگات نمیکنه.